بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تماشابینان بسیار هم گرامی قدر و ارجمند، قبل از همه شکر نعمت‌های پروردگار میکنیم، چون کل نعمت‌های او مفید هستند و سلام و درودهای صمیمی میفرستیم به حضرت محمد مصطفی و تمام آل و اصحابشان. عزیزان دل، باز ما و شما گرد آمدیم تا در حلقه دین مبین اسلام چند بحث و مناظره آراسته باشیم. خاطر رسان می نمایم که در برنامه گذشته ما در بابت پایبندی با سنت که یکی از زیربناهای دین مبین اسلام، یکی از اصول دین مبین اسلام است، صحبت آراسته بودیم و از درگاه خداوند یکتا و به همتا مسئلت داریم که ما را از جمله اهل سنت و جماعت بگرداند، پایبند سنت بگرداند و ما را در دین خودش ثابت قدم و استوار میگرداند. عزیزان دل، امروز باشد ما تصمیم گرفتیم که با شما در یکی از موضوعهای مهم که آن هم باشد فضیلت ذکر و دعا است، یک صحبت مفید آراسته باشیم و چون همیشه به این کاشانه‌مان حضرت دامالله محمود خان را دعوت کردیم که خوش آمدید میگیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. زنده باشید دامالله عزیز. چون ذکر کردیم امروز یکی از موضوع اساسی ما که این هم باشد دعا و ذکر است. در این بابه چند حرف می گفتید که خود ذکر چی است، دعا چی است، اهمیت و فضیلت ذکر چی معنی دارد؟ الحمدلله. برادران عزیز، شنوندگان گرامی، الله تعالی به حمد و ثنا و شکر سپاس میگذاریم و به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم درود و سلام میگیم. الحمدلله. الله تعالی در قرآن کریم میگه استعذ بالله افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. و یا از طرف الله تعالی به شما نازش دیگه حق را شخص نابینا انسان میداند آن را، نه البته صاحب عقلان این چیز را درک میکنند. از طرف الله تعالی به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی نازل شد، این را عقلدار آدم ها این را درک میکنند. در دیگر جای قرآن الله تعالی میگه استعذ بالله ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. البته در پیدایش آسمان و زمین و در تغییریابی شب و روز البته برای صاحب عقلان این یک علامت، یک معجزه، یک دلیل حجت های هست میگه الله تعالی. صاحب عقلان که عقلدار انسان ها را الله تعالی میگه عقلدار انسان ها آن کسانی هستند که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، الله تعالی را یاد میکنن، ذکر میکنن، راست ایستادگیندم، شتگیندم، در حالت یان باش کردگی حالتاندم، یعنی در هر حالت الله را ذکر میکنن و فکر میکنن در پیدایش زمین و آسمان. میگن ای پروردگارا تو این آسمان و زمین ها را بیکار نآفریدی، بیهوده نآفریدی، سبحانک ای الله تو پاک هستی، فقینا عذاب النار، ما را از وسط جهنم نگه دار. یعنی الله تعالی اینجا کسانی که الله تعالی را ذکر میکنن، یاد میکنن، اونها را الله تعالی صاحبانی با عقلدار انسان ها گفته نامیده است. ما شاید در این دنیا بسیار انسان ها را عقلدار حساب کنیم که آنها از جهت دنیا معلومات دارند، از جهت دنیا دارایی دارند، از جهت دنیا بر چیزهای صاحب هستند. یعنی الله تعالی آنها را صاحب عقل نگفته است. یعنی آن کسانی که الله را ذکر میکنن، یاد میکنن، آنها را نهایت با عقل گفته الله تعالی یاد کرده است. یعنی از ذکر کردن مقصد، معنای ذکر این چی است؟ الله تعالی را به حس آوردن، به خاطر آوردن، یاد کردن. یعنی دائم الله تعالی را به حس آوردن. از نماز خواندن مقصد الله تعالی میگه استعذ بالله اقم الصلاه لذکری، شما نماز را برپا کنید. برای چی؟ برای یاد کردن من میگه الله تعالی. برای الله تعالی را یاد کردن ما نماز میخوانیم. از نماز خواندن مقصد چی است؟ الله را به یاد کردن، به یاد آوردن است. یعنی صاحب عقلان آن کسانی هستند که الله را ذکر میکنن. در حدیث مفهوم حدیث میگوید که فردا روز قیامت ندا کرده میشود که کنی صاحب عقلان کجا هستند؟ فرشته ها میگن ای الله تعالی این کی هستند صاحب عقلان؟ الله تعالی میگه صاحب عقلان، عقلدار انسان ها آن کسانی هستند که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، الله تعالی را راست ایستاده، ششته و
خواب کردگی حالتان در هر حالت الله را ذکر میکنند آنها را فریاد کنید آنها را فریاد کرده میشود و آنها را به سوی جنت داخل کرده میشود یعنی الله تعالی ما را از صاحبان با عقل گرداند که یعنی الله تعالی را ذکر کنید یعنی از ذکر کردن مقصد نام الله تعالی را یاد الله را به یاد آوردن و مقصد از ذکر کردن در دلهای من شما بزرگی الله تعالی باشد محبت الله تعالی باشد وقتی که ما الله را بسیار ذکر میکنیم یاد میکنیم این در زبان ما در فکر ما در دل ما بزرگی الله تعالی جای میشود وقتی که الله را بسیار ذکر میکنیم نور در دل من شما حاصل میشود ایمان این نور است نام الله این نام نورانی است قرآن این نور است سخن پیغمبر صلی الله علیه و نور است ایمان این چیز نورانی است به سبب قرآن خواندن به سبب ذکر کردن به سبب نماز خواندن و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم درود و صلوات فرستاندن استغفار گفتن اینها همش معنای ذکر را دارد یعنی با اینها انسان به الله تعالی نزدیک میشه وقتی که انسان ذکر الله تعالی را بسیار میکند در قلب آن آرامی پیدا می شود سکونت خاطر جمعی پیدا می شود الله تعالی در قرآن کریم میگه استعیذ بالله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب کسانی که با الله تعالی ایمان آوردن و قلب آنها با ذکر الله تعالی آرام میگیرد و آگاه باشید که میگه الله تعالی الا بذكر الله تطمئن القلوب آگاه باشید که با ذکر الله تعالی قلب انسان ها آرام میگیرد یعنی انسان در این دنیا در بهترین خانه زندگانی کردن یا اینکه بهترین طعام خوردن یا اینکه بهترین لباس پوشیدن یا اینکه بهترین این ناز نعمت دنیا با حاضر کردن قلب انسان آرام نمیگیرد فقط قلب انسان با ذکر الله با یاد الله تعالی آرام میگیرد اگر یک مثال بیاریم اگر یک ماهی را در یک خانه قصر طلاگین مانیم یا اینکه در بهترین ناز نعمت دسترخوان ماهی را مانیم یا اینکه آن را بهترین لباس پوشانیم آن ماهی آرام نمیگیرد آن حرکت ناآرام میشود وقتی که آن را به آب می اندازیم آن آرام میگیرد یعنی قلب من شما هم دل من شما هم با این دنیانگی اسباب ها را ذکر کردن و یاد کردن و آنها را با جمع کردن و با حاصل کردن دل انسان آرام نمیگیرد دل انسان با ذکر الله تعالی با یاد الله تعالی آرام میگیرد یعنی ایمان این چیز است که الله تعالی را دائم همراه خود گران گشتن است معنای ایمان به ذات خدا باور کردن و ایمان اند 4 فرض است یکتاش به یگانه الله تعالی ایمان آوردن به زبان گفتن به دل تصدیق کردن و الله تعالی مرا دیده ایستاده است و الله تعالی مرا شنیده ایستاده است گفته که همین حسیات دائم در من شما بودن یعنی این ایمان به سبب بسیار ذکر کردن این ایمان برای من شما مستحکم جایگیر می شود برای همین هم ذکر الله تعالی قرآن کریم میگه وذکر الله ذکرا کثیرا الله تعالی بسیار ذکر کنید یعنی نماز ما یک حد و حدود دارد روزه ما یک وقت دارد حج ما یک وقت دارد هر یک عمل های ما یک مقدار دارد اما الله تعالی ذکر را مقدارش را بیان نکرده است گفته است وذکر الله ذکرا کثیرا یعنی بسیار الله تعالی را ذکر کنید یعنی کسی که انسان الله تعالی ذکر میکند او به الله تعالی نزدیک می شود به اجر ثواب نائل می شود قلبش آرام میگیرد رزقش الله تعالی وسع میکند امام ابن قیم جوزیه خدا رحمت کند 100 فایده ذکر را در کتاب خودشان آوردن که 100 فایده دارد ذکر کردن قلب انسان آرام رزقش وسع میشود به سبب ذکر کردن از عذاب قبر الله تعالی نجات میدهد به سبب ذکر کردن دیو و شیطان و جن و همین چیزهای زیان آور از انسان دور میشود یعنی ذکرنده بسیار فایده هاش است که ما ذکر ما را به سبب نجات دادن من شما از بسیار مشکلات و مصیبت ها میشود وقتی که حضرت یونس علیه السلام قومشون رو دعوت کردن قومی آنها با آن کس بسیار آزار دادن از قوم برآمده بیرون رفتن در بحر در کیمه در کشتی سوار شدن و به بحر خودشان را پرتافتن لازم شد پرتافتن به درون کیت و درون ماهی جای گرفتن در نهنگ جای گرفتن در همون جا الله تعالی ذکر میکند که فنادى فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین حضرت یونس علیه السلام در درون ماهی الله تعالی را فنادى فی الظلمات ندا کردند ندای آن کس لا اله الا انت سبحانك نیست بجز یگانه الله تعالی دیگر یگانه اله نیست سبحانك و الله تعالی پاک است انی کنت من الظالمین من از ظالم هاشم یعنی این ذکر سه موضوع را برای ما در بر میگیرد یگانگی الله تعالی یگانگیش که الله تعالی شریک و مانند مثال ندارد و دویم پاک بودن الله تعالی که الله تعالی یگان عیب و نقصان و کمبودی ندارد به بنده ظلم نکرده است و انی کنت من الظالمین سیم من گناهکار شدم من ظلم کردم که امر الله تعالی کار دین کردن نتونسته از قوم گریخته
فرار کردن، من ظلم کردم. وقتی که یگانگی الله تعالی تن گرفتن و پاکی با الله تعالی با پاکی یاد کردن و کمبودی عیب خودشون را گرفتن، الله تعالی میگه که فنجیناه من الغم، ما فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، اگر ویا از تسبیح گوینده ها نمی بودن تا روز قیامت در درون ماهی می ماندند. و نجیناه، ما پس آن کس را از غم نجات دادیم. دوام آیتند الله تعالی میگه و کذالک ننجی المؤمنین، ما ان همین خیل مؤمن ها را نجات میدهیم. میگه یعنی ببینید چه خیلی الله تعالی برای ما این قصه حضرت یونس علیه السلام برای ما قصه کرده، در آخرش باید گفته استاد است که و کذالک ننجی المؤمنین، ما ان همین خیل مؤمن ها را میدیم نجات میدیم اگر آنها یعنی به سبب ذکر و دعا، به سبب خشوع و با الله رابطه داشتن، الله تعالی از هر خیل مصیبت و از هر خیل بلاها نجات میده. برای همین علما ها میگن این کلمه لا اله الا انت سبحانک بسیار گفته تکرار کنید، کم از 100 بار سحر بیگانه تکرار کنید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بسیار تاکید کردن که این سخن گفته شود. حتی گفتن که هر کسی که دعا میکند و این ذکر را میگوید دعای اون بنده قبول میشه. قبولیت دعا هم این گفتن. و حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که در نمرود در آتش پرتافته نشد، همینجا حضرت ابراهیم علیه السلام ذکر خدا کردن. سه گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، الله برای من کفایه میکند. یعنی الله تعالی اون کس را چیکار کفایه کنه از آتش جهنم، از آتش کلان نمرود ساخته اون کس را نجات. یعنی این ذکر انسان را بسیار از بلاها، از آفتها، از دشمنها، از زیانها، از جن و شیاطینها، از هر خیل چیز زیان، این ذکر انسان را نجات میده. یعنی به سبب ذکر کردن در قلب انسان نور پیدا میشد، بدن انسان، دل انسان، قلب انسان تازه میشد، هم قلبش تازه میشد، هم ظاهرش وقتی که تازه میشد، لباسش و بدنش و سنت‌ها و موافق تازه میشد، در اون انسان جن و شیاطین و حتی فکرهای غلط و جایگیر نمیشد. البته شریعت اسلام تازگی است، یکم تازگی قلب من شما آرام بگیرد، تازه باشد با محبت خدا. یعنی از ذکر کردن چه خیلی گفتیم، در دل ما باید محبتی الله تعالی باشد و محبتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم باشد. وقتی که ما الله را بسیار ذکر میکنیم، خود به خود محبت الله تعالی برای ما دل ما جایگیر میشد و بزرگی الله تعالی در دل ما جایگیر میشد و با الله تعالی توکل کردن برای ما آسان میشود و دایم همراه الله میشه. الله تعالی در قرآن میگه استعذ بالله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله تعالی همراه آن شخصانی که الله را به بزرگی یاد میکنند، از الله تعالی میترسند و پرهیز میکنند از گناه و نیکوکار هستند، الله تعالی همراه آنها میشد. وقتی که ما همراه الله تعالی هستیم، یگان چیز ما به زیان رساندن نمیتواند. همچنین دایر به ذکر پروردگار در سوره انفال وقتی مؤمنان را صفات کرده میگوید استعیذ بالله و اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. شرح همین آیه را میگفتید. البته الله تعالی مؤمن ها اینجا بیان میکند که صفت مؤمن ها را گفته میتاد که وقتی که مؤمن ها همان شخصانی هستند که وقتی که اذا ذکر الله، نام الله ذکر کرده می شود، نام الله تعالی گفته می شود، وجلت قلوبهم، قلب آنها به ترس و به هیجان می آید. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته، اگر با آنها آیات های قرآن، یعنی ذکر، بهترین ذکر آیات قرآن خوانده می شود، زادتهم ایمانا، نور ایمان آنها باز هم زیاده می شود، با الله تعالی و آنها با الله تعالی توکل می کنند. ماشاءالله. و همچنین دوملا عزیز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما و شما همچون پیروانشان دستور دادند که اگر ما نزدیکی به الله بخواهیم، نزدیکی به پیامبر الله صلی الله علیه و سلم بخواهیم، همچنین نجات از عذاب این دنیا و آخرت بخواهیم، ما باید چند دعای در صبحگاهان و شامگاهان از خود بکنیم و آنها را بخوانیم. یعنی که با زبان عربی اذکار و صباح و اذکار و مسا هم میگویند. درباره اهمیت و فضیلت دعا و مخصوصا همین دعاهای صبحگاهان و شامگاهان میگفتند و یک دو دعاها را تحلیل میکردیم. البته الله جل جلاله در قرآن کریم میگه استعذ بالله و سبحوه بکرة و عشیا. الله تعالی را سحرگاه و بیگاهی ذکر کنتان گفته. الله تعالی برای پیغمبرش، برای مؤمنان تاکید کرده است که الله تعالی با پاکی یاد کنید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بسیار صبحگاه ذکر الله تعالی را میکردند و برای ما تعلیم کردند، گفتن کسی که سحر کتی رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبی و رسول میگوید، 3 بار همین لفظ را میگوید، حق است که الله تعالی از همون انسان راضی میشد. اگر بیگاه گوید همون بیگاه تا صبح الله تعالی از بنده راضی میشد که من
الله گریش به راضی هستم، تربیتگری الله به من راضی هستم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبریشان به من راضی هستم و دین اسلام دینش به من راضی هستم. گفته انسان وقتی که با زبان میگه و به این راضی می شود، حق است که الله تعالی از اون راضی می شود. وقتی که انسان گفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که سحر کته 3 بار بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء، میگه یک جا به یک منزل یک جا به رفته همونجا یگان چیز برای وی زیان نمیرسه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیثشون گفتن لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر خیر مما طلعت علیه الشمس و مما غربت. یعنی ثواب ذکر گفته سادن که من سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر گفتن من نور آفتاب چقدر جا میرسد، از همون این کلمه برای من بهتر است، ثوابش و اجرش و قدر و قیمت این برای من بهتر است گفته استادن. یعنی در دیگر حدیثشون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که لکل تسبیحه شجره فی الجنه، هر یک تسبیح گفتگی انسان به در جنت یک درخت نشان میشد که از زیر سایه اسبک آدم سستولند از زیر سایه گذاشته نمیشد. وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به آسمان برآمدن معراج کردند و معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم با جسد و هم با روح و هم در بیداری بود. اهل سنت و جماعت اعتقادشون همین است. در آسمان یکم آدم علیه السلام، در دوم، سوم، در هفتم آسمان حضرت ابراهیم علیه السلام ملاقات کردند و حضرت ابراهیم علیه السلام به پیغمبر خدا سلام گفتند و گفتند اخبر امتک منی سلام، امتتان به از نام من سلام رسانید گفتند و اخبرهم و خبر تید برای امتتان که ان الجنه طیبه التربه، جنت بسیار خاکش بسیار خوشبوی زیبا است و انها قیعان و جنت یک میدان کشدار است و غراسها و نهال جنت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر گفتند و رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند ولا حول ولا قوة الا بالله کنز من کنوز الجنه، لا حول ولا قوة الا بالله گفتند این یک کان از کانهای جنت است. یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام پیغمبر خدا در ملاقاتشان واخوردن و بر امت برای من شما سلام دادن، برای ما لازم است که سلام حضرت ابراهیم علیه السلام را بگردانیم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و برای ما خوشخبری داده ایستادند که جنت یعنی خیلی مقام است، شما برای جنت تیاری بینید. یعنی قول ذکر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یک تحفه از حضرت ابراهیم علیه السلام پدر ما، پدر این امت و پدر محمد صلی الله علیه و سلم به امت محمد صلی الله علیه و سلم است که ما با آن کس نیز درود و پیام ها میفرستیم و کوشش میکنیم که همین ذکر را همیشه در زبان داشته باشیم و اجر از درگاه پروردگار و مسئلت داریم. و همچنین دوستان عزیز ما که درباره دعاها و ذکر و فضیلت آن صحبت کرده ایستادیم، من اطمینان کامل دارم که تماشابینان ما بسیار شوقمند و هوسمند هستند که من بفهمند خودی وقت و حالت قبول دعا و شرط ها برای قبول دعا کدام هایند. بله، باید ما ذکر الله تعالی را با اخلاص و با توجه، با زبان، هم با فکر، هم با اخلاص، هم با باوری کامل باید الله تعالی را یاد کنیم. اگر فقط زبان ما ذکر میکند و یاد فکر من شما یاد من شما دیگر چیز است، این هم یک ثواب می شود که فقط یک اعضای ما ذکر خدا عبادت خدا کرده است. اگر هم فکر ما مضمون سبحان الله را فکر کند، الله با پاکی یاد کند، الحمدلله خدا با حمد و ثنا و ستایش با فکر کند، با معنیش تدبر کند، الله اکبر الله تعالی بزرگ است بود، هم به زبان بیاد، هم با فکر بیاد، هم در دلش بزرگی الله تعالی را بیاد، این فایده ذکر بعد به انسان معلوم می شود. هم با اخلاص باید ایمان با باوری کامل با الله تعالی با یقین کامل ذکر الله تعالی را کند. البته الله تعالی دعای بنده را، ذکر بنده را قبول می کند و اجر ثواب و حسنات اون را می نویسد. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند مثل الذی یذکر ربه و الذی لا یذکر کمثل الحی و المیت، مثال کسی که ذکر میکند الله را یاد میکند و کسی که الله را یاد نمیکند مثال آن زنده و مرده است میگن. در دیگر حدیثشان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن کسی که با ذکر کردن مشغول میشه به دعا کردن وقت نمیاد، میخواد که دعا کند لیکن ذکرهای بسیار میکند و به دعا کردن وقت نمیاد، اعطیته افضل ما اعطی السائلین، الله تعالی حدیث قدسی میگه من از پرسیدگاه بهتر برای آن میدم. یعنی وقتی که ما با ذکر الله تعالی مشغول میشیم، هر یک ذکری من شما با الله تعالی اجر ثواب میده. حضرت سلیمان علیه السلام وقتی که یک نشستگی بودن،
یک آسمان یک نور برآمد، همین خیلی نور کلان. حضرت سلیمان علیه السلام دیدن حیران شدن، گفتن اینقدر نور کلان، این به چی قدر اینقدر چیزی کلان که حضرت سلیمان با الله تعالی تمام روی دنیای ملک دنیا همش داده بود. حیران شدن، گفتن این از تمام ملک من این یک چیزی کلان برآمد کو. گفتن و بنده را پرسیدن، گفتن تو چیکار کردی؟ و کس گفت من سبحان الله نام خدا ذکر الله تعالی را کردم. گفتن این حیران شدن. برای همین پیامبر خدا صلی الله علیه و گفتن که تسبیحة المؤمن خیر مما اوتی آل داوود. آل داوود با یعنی حضرت سلیمان با از دادگی چیز ذکر مؤمن، تسبیح مؤمن بهتر است. یعنی ما ذکر الله تعالی رو با یقین گویم. پیامبر خدا صلی الله علیه و میگه ان الله لا یقبل الدعاء عن قلب لاهن. الله تعالی قبول نمیکند دعا را از اون قلبی که لاهن، به خبر است، لهو، به خیال است، به توجهانه میگوید این خیلی دعا را الله تعالی از بنده قبول نمیکند. وقتی که ما الله تعالی را ذکر میکنیم و از الله تعالی دعا میکنیم میپرسیم، باید با یقین کامل، با باوری کامل یقین دانیم که الله ما را شنیده ایستاده است و الله تعالی ما را دیده ایستاده است و الله تعالی دعای ما را قبول میکند. باید از الله تعالی با یقین بپرسیم. الله تعالی خودش در قرآن میگه واسأل الله من فضله، از فضل الله تعالی پرسیدان. یعنی این دعا مخ العبادت، مغز عبادت این دعا است. و حتی میگوید که در دیگر جای قرآن با پیامبر مراجعت کرده اگر از تو نسبت به من بپرسند بگو که من نزدیک هستم آنها و دعای آنها را قبول میکنم. فاذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. یعنی الله تعالی میگه اگر بنده از من پرسن من نزدیک هستم. چقدر الله تعالی نزدیک است؟ کیلومتر، متر، سانتی متر میگن. الله تعالی نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما از همین رگی که ود جان است که همین شکل به انسان نزدیک است، از همین هم الله تعالی نزدیک است. وقتی که ما میگوییم میشنیم الله تعالی سخن ما رو، دعای ما رو میشنود. یک صحابی پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمدن، گفتن یا رسول الله اقریب ربنا فننادیه ام بعید ننادیه ام قریب فنناجیه. الله تعالی نزدیک است، ما به مناجات کنیم، اینکه الله تعالی دور است می ای الله دعا کنیم. پیش از آن که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله جواب دهند، الله تعالی آیت نازل کرد که فاذا سألك عبادی عنی فانی قریب. اگر بنده ها از من پرسن من به بنده ها نزدیک هستم. برای من الله تعالی برای ما بسیار هم نزدیک است. هر یک سخنی ما را حتی در دلهای ما، قلبهای ما، خطورات ما را الله تعالی میداند، میشنود. برای من هم از الله تعالی با باوری کامل، با یقین کامل دعا کنیم، پرسیم که الله تعالی ما اگر از الله تعالی پرسیم الله تعالی ما را دوست می‌دارد. اگر از الله تعالی نپرسیم الله تعالی بنده را بد می‌بیند. اگر از بنده پرسیم بنده ما را بد می‌بیند. اگر به بنده یکسیتیم بنده ما را دوست می‌دارد. این 4 مسئله است که اگر از الله پرسیم الله ما را دوست می‌دارد، اگر از الله نپرسیم الله ما را بد می‌بیند، اگر از بنده پرسیم بنده ما را بد می‌بیند، اگر به بنده یکسیتیم بنده ما را ناز می‌بیند. یعنی بنده عکسش الله است که اگر از الله پرسیم الله تعالی ما را دوست می‌دارد. برای اینکه الله تعالی میگه و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. یگان چیز در دنیا نیست مگر خزینه‌اش در نزد ما است، ما با یک مقدار معین که نازل میکنیم. اگر بنده ها از الله تعالی پرسن الله تعالی البته دعای بنده را قبول میکند. یا نخت همون لحظه میتیاد، اگر همون لحظه فایده نمیاد بدتر میتیاد، یعنی که اگر این دنیا نتیاد فایده نباشد در آخرت الله تعالی اجر ثواب میتیاد. برای من دعا این مغز عبادت است. از نماز خواندن هم مقصد نماز نیاز کردن، یعنی نماز خواندن الله را یاد کرده از الله تعالی پرسیدن. از نماز خواندن مقصد از خزینه های الله تعالی پرسیده گرفتن. از نماز مقصد دعا از خدا، از خزینه خدا با واسطه نماز از الله تعالی پرسیده گرفتن. بارک الله فیکم دوستان عزیز. از پروردگار برای شما پاداش خیر مسئله داریم. و تماشابینان عزیز یادرس میشیم که امروز ما درباره فضائل یا که فضیلت های ذکر و دعا صحبتی خیلی زیبا آرستیم و البته این موضوع خیلی وسیع است و باید بدانیم که خداوند بی نیاز است، از صمد است، اما من و شما نیاز داریم به الله. همیشه باید او را با ذکر و با تسبیح همیشه به یاد بیاریم، از او بپرسیم، هر چی که میخواهیم بپرسیم. وقتی بنده دست بالا میکند از پروردگارش میپرسد یک چیز رو 3 بار یا زیاده از اون، پروردگار هم شرم می‌دارد دستش ما و شما را خالی برگرداند. پس هیچگاه ناامید نباید باشیم. همیشه آنچه که نیاز داریم، طلب داریم، حتی نیاز نداریم باید دعا کنیم، چون همیشه ما نیاز داریم به یگان چیز
ما به الله همیشه شکرگزار باشیم. وقتی خیلی دامولای عزیز گفتند سبحان الله میگیم، ما الله را با پاکی یاد کنیم. چگونه با پاکی؟ سبحان الله میگیم باید در یاد داشته باشیم که پروردگار پاک است از آن که به او شریک میبرند، پاک است از آن که یگان نقصانی داشته باشد در آفرینش، پاک است در آن مورد که یگان مفکوره بد نسبت او داشته باشیم، نعوذ بالله. و همچنین وقتی میگیم الحمدلله، ما باید به خاطر بیاریم نعمت های پروردگار را، چشم بینا، زبان گویا، گوش شنوا، دست و پای توانا، این لباس ها و خوراک و غذا و کار و اهل عائله و هر چی که داریم و نداریم، به پروردگار باید شب و روز حمد و ثنا بخوانیم، هم کم است. چون حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بنده برگزیده ترین پروردگار بودند و حتی با همین سببشان هم هیچگاه از ذکر و دعا و نماز و عبادت با خشوع پرهیز نمی‌کردند، زیرا که میگفتند به همسرشان عایشه آیا من بنده شکرگزار نباشم؟ پس ذکر کردن، دعا کردن، عبادت خالصانه کردن الله، این شکرگزاری به الله است، این شکرگزاری به نعمت‌های پروردگار است. و همچنین لا اله الا الله وقتی میگوییم بدانیم که نیست خدای بجز الله، یعنی یگانه ذاتی که ما باید موافق دستور آن عمل کنیم، زندگی کنیم، هم حیات و هم مماتمان برای او، خاطر او باید باشد، همیشه در خاطر داشته باشیم. والله اکبر، وقتی میگیم الله اکبر بزرگی پروردگار را باید به یاد بیاریم. گاهی حالت ها میشد که به بیرون به طبیعت میبریم، به آسمان نگاه میکنیم، به آفریده های پروردگار نگاه میکنیم و باید به خود سوال دهیم آیا کسی از عالمان و از بزرگان امروز میتواند یک برگی را از هیچ چیز آفریده تواند، یا یک پشه، یک بال پشه را؟ البته نه. پس این همه ذکرها نباید تنها در زبان باشد، تفکر کنیم که چی گفته ایستادیم، در قلب همیشه در یاد داشته باشیم که ما چی سخنی رو، چی ذکر رو به زبان بیاریم، چون الله بیهوده به ما این ذکرهای رو یاد نداده است و پیامبر بیهوده این دعاها رو به ما نآموزاندند. از این لحاظ بار دیگر به مهمان عزیزمان دامولای عزیز محمود خان سپاسگزاری خویش را بیان میکنیم و از درگاه پروردگار سعادت این دنیا و آخرت را تمنا می‌نماییم و برای شما نیز تماشابینان گرامی قدر برکات و سعادت این دنیا و آخرت را تمنا می‌نماییم. بیاید همیشه با ذکر و دعا باشیم، با عبادت با خشوع باشیم و در همین جا با برنامه خویش حسن اتمام می‌بخشیم. در بخش‌های نوبتی باشد دایر به مقام اخلاق و احترام مسلمین صحبت خویش را دوام خواهیم داد و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.